خوش اومدی بابا. یه چالش دیگه و یه ویدیو دیگه اینا. منم ارشادم. چالش از چه قراره؟ ما از 1 تا 6 اینجا عدد داریم و یه تاسی داریم که توی این لیوان ما میایم چیکار میکنیم؟ اینو میچرخونیم و بعد اینجوری درش میاد. مثلا 2 آمد، من میام چیکار میکنم؟ جلوی اینجا من جلوی 2 یه خط میکشم. خب با دوباره میچرخونم. اگر 2 اومد باز من دیگه اینجا 2 ندارم، میره سراغ نفر بعدی باید بچرخون. جایزش این چیپس خوشمزه، ولی من اگه ببرم یک دونه هم بهت نمیدم. فکر کردی من بهت میدم؟ سنگ از بچی می‌کنیم ببین آقا. آره من خاطرت جان همین قبض. چی تاس خوبت اول من خانم مقدم سنگ کاغذ بچی. میخواد دیر این دیر میاری. بود الان دیگه. نه. تمام شده را. دیر میاری. خیلی دیر کار میکنی. زود باش. 3 میایم چیکار می‌کنیم؟ جلوی 3 یه خط می‌کشیم. یعنی ما 3 رو رفتیم. دوباره می‌رویم تو. انشالله که 3 اشمار 3 1 جلوی یکمون تو میبری چیه؟ میام یه خط می‌کشیم. دیگه اون مشکل تو. دوباره بازنده بازم من بازم تو بازم بازنده 2 به همه عددا رو داره میاره شان 4 نوبت 4 4 و 5 و 6 مونده انشالله کم یه کدوم 3 1 2 انشالله من میبرم آره بشین مهم این عدده نیست مرشاد جان، مهم اینه که الان دوباره یک بیاد بخندید. خدایا من تو رو خیلی دوست دارم. بله این بازیکن چه میکنه؟ وای چه میکنه؟ خدای بعدی یا یک دستا لیلیلیلی خدا بچه یک چرا عدده دوزون نمیاد؟ انشالله که ببازی 5 خیلی نگردون میخوام مثلا یک تکونی اینجوری بده پیش تو اون کارو کن برای همونه که دوری بیشتر نرفتی. چیپس رو بهت نمیدم ها باخت یک باخت خب یه 4 مونده از من یه 6 دیگه عزیزم میبینم یک یا 2 دوی بچه ها 2 یعنی وقتی شانس ها تقسیم کنم من کجا بودم واقعا دیدی پشت زنده هم آمد خوشحال میشه باخت نگاه نه مجبورت میکنم پشت صحنه یک مجبورت میکنم پشت صحنه اگه من ببازم یه چیپس دارم بخری طرف من باش یه چیپس با نظریه من بخره برات طرف 2 دیگه بازی نمی کنم نه خودکار نمیدونم خودکار خرابه دستم خب این تو بچه این تش هم میتونیم بزنیم نه خیلی نه طرف بازی نکنم من دو باختم آجی بله. این یعنی دیرین رو 6 باختم رو 6 بگردی 6 میاد الان هم خیال باش باش 3 مینا یا دست مینا یا ستون برای من قلب آب بذاریم بگی کسی باخت فکر کنم تا گذاش افتاد اول چه؟ اول تا گذاش افتاد پوچ اصلا یک نه کنارش افتاد نامرد تقلبا پشت صحنه طرفدار مرشاده بچه‌ها یعنی نگاه کن تو کل ویدیوها مشخصه اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدین ببینین کل ویدیوها طرفدار و بی مرشاده زحمت لایک هم یادتون نره تعداد بازدید کننده ها خیلی ولی لایک نمی‌کنن خب میریم انشالله چه بازی حسن علی چطور تونست فقط یه 4 مونده حاجی نگاه کنیم فقط مال منم فقط 4 و 5 و 6 مونده فقط 3 عدد مونده حالا میریم یه فوتی میکنیم انشالله که ببازی بذار دیگه برد بچه ها بردن بچه ها تا یه دیگه چیپس من
مال منه دیگه. شرمنده. درسته من باختم ولی تو زندگی باختی بردم. بعدم باختی دیگه با من بازی نکنی زمان دیگه با من بچه‌ها، چالش خدافظ. تا یه ویدیو دیگه، یه چالش دیگه. خداحافظ.